فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و هنر نقاشی را از وی آموخته بود. استاد روزی به او رو کرد و گفت: شما خود دیگر استاد شده ای و من چیزی ندارم که به شما بیاموزم. شاگرد فکری به سرش رسید. یک نقاشی فوق‌العاده کشید و آن را در میدان شهر قرار داد. مقداری رنگ و قلمی در کنار آن گذاشت و از رهگذران خواهش کرد اگر جایی ایرادی می‌بینند یک علامت ضرب بزنند. وقتی غروب برگشت دید تمامی تابلو علامت خورده است و بسیار ناراحت و افسرده به استاد خود مراجعه کرد. استاد به او گفت: آیا می‌توانی عین همان نقاشی را دوباره برایم بکشی؟ شاگرد نیز چنان کرد و استاد آن نقاشی را در همان میدان شهر قرار داد. ولی این بار رنگ و قلم را که قرار داد متنی به آن اضافه کرد و این چنین نوشت: اگر جایی از این نقاشی ایراد دارد با این رنگ و قلم اصلاحش بفرمایید. غروب که برگشتند دیدند تابلو دست نخورده باقی مانده. استاد رو کرد به شاگرد خود و گفت: افراد زیادی هستند که همانند طبل توخالی پر از ادعا و سر و صدا هستند. قضاوت و حرف آنها نباید تو را از مسیرت ناامید کند. تنها کاری که باید بکنی اینه که به خودت باور داشته باشی.